ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 29. من گفت یکی از نفران در این فکرم که هر چی شود باز در اینجا پایداری کنیم تا که این قلعه را که به دیواری وی شیار پرولتارهای همه مملکت‌ها یک شوید را زده ماها باز نگهداریش کرده ایم به دست دشمن نگذاریم. آذوقه باشد تا حال وی را به چه نوع که یافته باشیم بعد از این هم به همان نوع میابیم. کماندیر سخن گرفته گفت: من از آنجا که گوشت بدنم در جنگ‌های هموطنی و در آتش مبارزه مقابل عکس‌الانقلابچیان پخته است، هیچ نمیخواهم که زنده ایستاده قلعه‌ای به دست مهنت کشان در آمده را باز پس گذاریم. خصوصا ما را که حکومت شورای خلق بخارا برای یاری دادن به مهنت کشان مظلوم بخارا جیغ زده آورده است. از حمیت نیست که باری به گردن خود برداشته همان را در راه گذاریم، لیکن مسئله آذوقه ما را مجبور می کند که موقتا از اینجا پس گردیم. این رفیق گفت که تا حال چنو کرده که آذوقه یافته باشیم باز همان نوع می آبیم. همین نوع آذوقه یابی مرا در اندیشه می انداخته است. در اطراف چیزی نمانده همه را باسمچیان تاراج کردند. خوراکواری ها را در جاهای دوردست با قله های کوه برده پنهان نمودند. قشلاق ها چنان بیچیز ماندند که اهالی دچار بلای گرسنگی است. به بالای این ما چند نفر شده به قشلاق می براییم. کم و بیش چیزی از جای یافته باز می گردیم. همین که ما از قشلاق باز گشتیم باسمچیان می آیند، تر و خشک آنجا را می سزانند و شما با اسکران سرخ آذوقه دادید گفته اهالی را جزا می دهند. به رفیقان معلوم است که باسمچی به اهالی چگونه جزا می دهد. جزای باسمچی اهالی را سوختن، کشتن، آویختن و کوبکاری کردن است. کمترین و آسانترین جزایش گوش و بینی بریدن است که تنها بعضی خوشبختان با این جزا خلاص می شوند. اگرچه بعد از رفتن ما این گونه معامله های باسمچی در قشلاق ها دوام خواهد کرد، لیکن در آن وقت هیچ نباشد مردم به این کارها ما را سبب نمی دانند. بنابراین من در این فکرم که در وقتی که برای مقصد عمومی ما هیچ نفعی ندارد، از خود ما به اهالی حسی رنجش پیدا کننده استادنمان لازم نیست. دیگران هم درباره نفع و ضرری پرتافته برآمدند یا به دست نگاه داشتن قلعه کولاب فکر خود را گفتند. در آخر مجلس کمیسر سیاسی برای سخن آخرین نوبت گرفته گفت: ما این قلعه را ابدی پرتافته نمی رویم. ما می رویم که به زودی با قوه های نو و اسباب های مکمل باز آییم. ما می رویم که باز آمده بر بام این خانه، نه تنها بر بام این خانه بلکه خانه های نو ساخته بر بالای بام های آنها هم یلوی سرخ را برافرازیم. ما پس می گردیم، لیکن این پسگرده ما مانند پسگشتن کسی است که برای جهیدن از جویی که در پیشش برآمده است پس می گردد. ما یک دو قدم پس می گردیم تا که یک بار دویده آمده از این خندقی که در پیش راه ما اصطلاحگران انگلیس و وکیلان امیر کندند به آسانی جهیده گذریم. تاریخ جنگ های انقلابی ما از این گونه پس گشت و پیش رفتن ها بسیار مثال ها دارد.
مسئله حل شد. مجلس برای دویده آمده از خندق‌های باسمجیگری جهیده گذشتن، یک دو قدم پس گشتن را با یک آواز قرار کرد. فاصله نهم، خلطه پرگوش و بینی. ابراهیم بیگ، ایشان سلطان، دولتمند بی، عبدالقیوم بی توغی سریغ، براد اشک آقاباشی و سایر قرباشیان و سرداران باسمچی با دسته و نوکران خود در شهر کولاب سرجمع شدند. پس از آن که میان خود عهد و پیمان بسته همه قرباشیان ابراهیم بیگ را به سر خود کلان برداشتند، کلانان در یک خانه نشسته مجلسی حربی برپا کردند. ابراهیم گفت: کارها موافق مطلب می رود. به دست ما افتادن شهر کولاب این یک فال خیر است که پس از این تا شهر بخارا به ما راه گشاده خواهد بود. از طرف جناب عالی هم خبرهای خوش رسیده. از روی مرحمت‌های عالی خدا، پیغمبر و شریعت به ما یار است. چنانچه با وجود سختگیری‌های حکومت افغانستان که هیچ نمی‌خواهد میان جناب عالی و دولت انگلیس رابطه پیدا شود، در این کار راه یافته شده است. کسی از کارگزاران کانسولخانه دولت انگلیس به لباس مشکابی در آمده میان جناب عالی و سفیر انگلیس خط و خبر برده آورده ایستاده است. جناب عالی و سفیر کار را به طرز قرار دادند که پس از این ما از جهت یراق هیچ تنگی نمی کشیم. خواه از راهی خاناباد باشد و خواه از راهی بدخشان، به ما هر گونه یراق رسیده می ایستد. لیکن برای این پول رسانده ایستادنمان در کار است. و نیز سید بیگ به من نوشته است که مجاهدانی در غزا کارهای نمایان نشان داده را روی خط کرده فرستانم تا که هر کس را موافق خدمتش عملی از پیشگاه همایونی در رسد. مسئله پول به آسانی حل شد. قرباشیان با یک آواز قرار دادند که هر چقدر نقدینه را که در شهر کولاب و بلجوان یافت شود تا تنگه های به کلپوش بچگان دخته اینها جمع کرده به خاناباد فرستانند تا که سید بیگ یراق خرید کند. پس از این ابراهیم برای خط کردن کسانی به عمل شایان در آمد. هر کس برای در آمدن به این روی خط کارهای خودش کرده را بیان کردن گرفت. من فلان قشلاق را آتش سر دادم. من یک درزی را که به جدیدان و بلشویکان لباسهای فرمه دوخته میداد کشتم. من فلان کسی را که میخواست به اسکران سرخ آذوقه فروشد از گوشش به درخت پرچین کردم. من یک تین را که اکنون زمان حریت شد کسی به کسی از بینی بالا گپ زده نمیتواند گفته بر روی خوجینش دویده بود است، از بینیش آویختم. من گندم های فلان قشلاق را که دیدم به کوه کشانده نمی شود آتش سر داده سوختم. در این مجلس تنها یک نفر چیزی نمی گفت و از کارهای کرده خود حساب نمی داد. ابراهیم بیگ به آن آدم نگاه کرده گفت: تو چرا چیزی نمی گویی؟ مگر در این معرکه ها کاری نکرده ای؟ آن شخص یک خلطه کرباس پر چیزی دهم بسته را که در زیر زانویش بود به ابراهیم بیگ نشان داده. هر کاری که من کرده باشم به درون این خلطه است. هر وقت که جناب عالی آمدن به خودشان پیشکش میکنم. به درون این خلطه از چیست؟ گفت ابراهیم. اگر جواهر و طلاست وقت صرفش همین وقت است که به افغانستان فرستاده با این یراق خرید کنیم. نه، گفت آن شخص، این جواهر یا طلا نیست. به این یراق هم نمیدهند. لیکن یک چیزی است که از دیدن این جناب عالی از دیدن جواهر و طلا هم زیادتر خرسند می شوند. یک باسمچی به گوش دیگری آهسته گفت: معلوم می شود که یگان بچه بیریش را در این خلطه انداخته به نیتی پیشکش کردن به جناب عالی برداشته گشته است.
نشان ده. این متاع نیست در جهان چیست؟ گفت ابراهیم. آن شخص دهان خلطه را گشاده نشان داد که گوش و بینی های بریده آدمی است و گفت هر کدام این گوش بینی ها گوش بینی جدید، بلشویک و خیرخواهان آنهایی است که به نیت استوار کردن دولت عالی بریدم و بعد از این هم هر قدر گوش و بینی که در این راه ببرم جمع میکنم. هر وقت که جناب عالی آمدند به حضور مبارک پیشکش می نمایم. در آن وقت جناب عالی می دانند که توغه سریخ کی بوده است و مرحمت های مناسب در حق من خواهند کرد. فصل دهم. چشمه پرتیر. عسکران سرخ از کولاب برآمده به کنگور رسیدند. بعد از چندی در آنجا ایستادن، اگرچه در راه بین اینها و باسمچیان جنگ و جدال بسیاری واقع شده باشد هم خود را سلامت به فیض آباد رساندند. سلامت گذاشتن 60 نفر عسکر سرخ و چند نفر پارتیزان سرخ محلی از بین 3000 نفر باسمچی جلاد حتی گاه به دشمن خود تلفات هم رسانده، این یک مهارت یا شجاعت یا یک معجزه است که تنها در صحیفه های تاریخ مبارزه انقلابی دیده می شود. این عسکران در فیض آباد به یک مقدار عسکری که پیش از آن در آنجا بود همراه شده اطراف خود را مستحکم کرده چند گاه ماندند. عدد باسمچی روز تا روز زیاد می شود. هر روز در هر قشلاق به چند نفر از امیر عملهای تازه به تازه می رسد که این عملداران نو در اطراف خود نفرها گنداشته به عملداران کهنه آمده همراه می شوند. به همین طریقه 4000 نفر باسمچی اطراف دوشنبه و فیض آباد را فرا گرفتند. به فیض آباد از دوشنبه مدد نمی رسد. عسکرانی در فیض آباد بوده بی آذوقه ماندند. بیشترین اسبهاشان هم از بی خوراکی تلف و مانده شده است. هرچی باد آباد از فیض آباد برآمده راه دوشنبه را پیش گرفتن در کار است. اما اسباب و اسلحه برزیادی خود را چیکار کنند؟ خصوصاً 20 جوالچه تیرهای احتیاطی خود را که قریب 40,000 دانه می آید به چه چیز بار کرده به دوشنبه کشانند. بعد از این یک روز هم باشد در فیض آباد ماندن ممکن نیست، زیرا نه به خود و نه به اسبای زنده ماندهشان یک روز آذوقه هم نمانده است. هرچی که در نزدیکی قرغان یک چشمه هست وگرنه بی آب هم می ماندند. در قشلاق مولانای دوشنبه پایتخت یک حکومت برپا شده است که سردار این ملا محمد ابراهیم بی دیوان بیگی لشکر باشی توپچی باشی بینی چقبای تخصبا است. نقص که این عنوان دور و دراز در مهر این سردار کنده شده بود و مردم این عنوان را هر روز در فرمانهایی که با این مهر صادر می شد به امام قشلاق خواننده تکرار می کردند. وگرنه اگر سهوا کسی یکی از این لقبها را پرتافته این سردار را نام می برد در بی آدابی گناهکار شده از دم تیغ می گذشت. هر روز پگاه و بیگاه این حکومت که در صورت و صفت وارث حکومت امیر است 2 توپ کهنه را که از امیر میراث مانده بود دارو جای کرده آتش در داده به طرف دوشنبه نگاه کرده خالی می کند. دوشنبه مجبور شد که به عسکران سرخ برای هجوم کردن به این حکومت کهنه نو بنیاد رخصت دهد. عسکران سرخ در دوشنبه بوده که شمارهشان یگان رقم کلان را نشان نمیداد از بین خودها 100 سوار را با 2 پولیمیات جدا کرده به طرف قشلاق مولانا فرستادند. بعد از آن که این 100 سوار شبانه به قشلاق مولانا رسیده جایگیر شده به هجوم آمادگی دیدند، باسمچیان از واقعه خبر یافته به سر اینها ریختند، لیکن به سر عسکران سرخ ریختنی باسمچیان همان بود و توت بر این ریختنشان هم
همان 2 پولمیات، 100 میلتیق و 100 شاف که در دست کار فرمایان ماهر اسکران سرخ بودند خیلی کار نشان دادند. لیکن مقابلت 100 نفر با 4000 نفر که در بینشان خیلی نشان زنانی 5 تیره و 11 تیره دار هم هستند کاری آسان نیست. اسکران سرخ به عقب نشینی مجبور شدند. در وقت عقب نشینی خیلی از اسکران سرخ تلف یافت و مجروح شده یراقشان به دست دشمن افتاد. این عقب نشینی تا رسیدن مدد نو از دوشنبه دوام کرد. پس از آن اسکران سرخ دوباره باز به هجوم در آمده پایتخت باسمچیان قشلاق مولانا را تار و مار و اسیران را خلاص کردند. توپ و یلوی امیری را هم به غنیمت گرفتند. در این میان اسکرانی در فیض آباد مانده هم فرصت یافته با باسمچیان در راه جنگ و گریز کرده خود را سلامت به دوشنبه رساندند. بعد از این واقعه باسمچیان دیدند که با دم شیر بازی کردن با اسکران سرخ مقابل شدن کاری آسان نیست. پادشاه بازی روی راست را به یک طرف گذاشته در یک جا سرجم ایستادن را مناسب ندیده دسته دسته به قشلاق‌ها و کوهسارها پراکنده شدند و در اطراف خود پاسبانان گذاشته به تاراج کردن قشلاق‌ها که آسان‌ترین کارهاست مشغول گردیدند. آبی چشمه فیض آباد رنگی کبود پیدا کرده طعمش دیگرگون شده است. از آن چشمه اکنون آب خوردن ممکن نیست. مردم اطراف این حال را دیده حشر کرده به تازه نمودن این چشمه در آمدند. در آنجا در تگ آب و درون لای 20 جوالچه پرچیز خوابیده است. اینها را از چشمه برآورده گشاده دیدند که 40,000 دانه پترانی پور است. ابراهیم بیگ که بعد از واقعه مولانا گویا تماما بی‌تیر مانده بود در حال از واقع خبر یافته این تیرها را به دست در آورده به مردم می گفت این است مدد الهی که برای غازیان اسلام چشمه آب را پرتیر کرده است. فصل 11 حامیان اسلام. کوه‌های بلندی به فلک سرکشیده، دره‌های چغوری بی‌تگ و بونی به قعر زمین رسیده، راه‌های تنگی پردیوار مانندی که کبک در گذشتن از آنها به خود می لرزد، تیغه‌های باریک هولانگیزی که ابر از رسیدن به آنجا به خود می بالد، خرسنگ‌هایی که فیل را در پس خود پنهان می دارد، اشترگردن‌هایی که از پیچ و خم خود مار را در حیرت می گذارد. این است لوحه خرد کشیده شده کوهستان مسچا. در یک کنار این لوحه یک نقطه سیاه بغایت ریزه را می بینید. این نشانه قشلاق آببردان مسچا است که در آنجا یک عمارت 12 حجره دار بنا یافته است. این عمارت از سال 1920 تا سال 1923 پایتخت یک قسم حامیان اسلام شده بود که سردار آنها سید امیر احمد خان نام داشت. اگر ما حالت آن زمانی این بنا را تصویر کنیم شما این منظره را می بینید. به درهای این حجره ها لوحه های خرد خود را با خط نستعلیقی چلی نوشته آویختند. از مضمون نوشته های این لوحه ها معلوم می شود که یکی از این حجره ها قاضی خانه، دیگری مفتی خانه، سیومی رئیس خانه، چهارمی سراسکر خانه و مانند اینها بودند. در یکی از این حجره ها که نسبت به دیگرهایش قدری کلانتر است زال زسیدنی، مشورت خانه، نشیمنگاه امیر گفته نوشتند. به زمین این حجره قالین های نفیسی کرکیگی را با کرپچه های یک اندازی درازی بخاری پهن کرده پیشگاهش را با 5 قبط کرپچه شاهی و 3 دانه بالشی پر آراستند. به دیوارهای این حجره ملتیق
شاف و شمشیر بر این سلاح‌ها را آویخته در پایگاهش یک چکس را به زمین زده به بالایش شنانده ماندن یک باز شکاری را هم از یاد نبرآوردند. اگر بازینه غارمانندی که دهانش از یک گوشه این عمارت گشاده می شود تخمینا 12-13 پاونده به زیر زمین فرایید، در آنجا یک منظره عجیب دیگر را می بینید. 3 خانه زیر زمینی، به در یکی از آنها کلمه زندان، به دیگری شربتخانه، به سیومی قورخانه را نوشته آویختند. اگر از سرخش در زندان یک چشم اندازید می بینید که در آنجا غل و زنجیرها به گردن، کنده ها به پا چند نفر دهقانان خوجندی، اوراتیپگی و پنجکینتی خوابیدند که برای جان دادن به فتوای مفتی اسلام و فرمان امیر سید احمد خان انتظاری دارند. اگر به شربتخانه درآیید می بینید که مویزهای از اوراتیپه و پنجکین تاخته آورده را به اپرات عرق کشی انداخته یک شخص اروپایی رنگ که سله و جامه مسلمانی پوشیده است عرق می کشد. اگر به قورخانه درآیید می بینید که چند نفر دیگر اروپایی سله و جامه پوش برای لشکر اسلام پتران می سازند و تیر می ریزند. در تابستان سال 1921 همه کلان شوندگان حامیان اسلام به مشورت خانه جمع شده بودند. در پیشگاه خانه خود سید امیر احمد خان 4 زانو زده می نشست. در زیر دیواری طرف دست راستش تا پایان خانه مفتی، قاضی، رئیس و سایر علما و به طرف دست چپش قرباشیان صف بسته با 2 زانوی ادب نشستند. مجلس مشورت را امیر احمد خان گشاده گفت: من اندک وقت در ولوس بوکسه اصفهانی خوجند رئیس کمیته اجراییه شده به بولشویکان خدمت کردم، لیکن در این وقت کم از آنها بسیار چیزها را یاد گرفتم. یکی از کارهای مهمی بولشویکان این است که برای آینده پیشتر فکر کرده پلان کشیده تیاری می‌بینند. بنابراین در هیچ کار بی سرشته نمی شود. ما هم برای آینده خود همین طریقه فکر کرده پلان کشیده کار کرده نمان در کار است. به اهل مجلس یک نظر انداخته باز امیر احمد خان سخن خود را دوام کنانید: چی بودن و چی چیز داشتن مسجا و فلغر را شما می دانید. مسجا گویا که هیچ چیز نداشت. فلغر باشد در چند روزه خوراک اسب و آدمان ما تمام شد. امروزها خود اهالی این ریان از گرسنگی در مردنند. چی جای آن که به ما خوراک و پوشاک یافته داده توانند. پیش از این ما به طرف خوجند و اوراتیپه تاخته آورده چیزهای در کاریمان را به دست می در آوردیم. حالا آن طرف ها را بولشویکان چنان سخت گرفتند که از عقبه رکیف و آوردان پای بیرون نهادن هیچ ممکن نیست. چندگاه به ما برادرمان جناب عالی امیری بخارا از طرف حصار یاری رسانده ایستاده بودند، لیکن به دولت آن کس زخم چشم رسیده ما از یارمندی آن کس هم محروم ماندیم. اگر به زودی برای چیزهای در کاری خود چاره نجوییم تنگ می شویم. به فهم من به طرف های حصار و دوشنبه دسته ها فرستاده از آنجاها برای خود خوراک و پوشاک تاخته آورده نمان در کار است. از بس که در آنجاها بولشویکان به تازگی آمدند و هنوز ولایت درست به تحت ضبط آنها ندر آمده است، برای هر گونه تاخت و تاز راه هست. ارکان دولت به این فکر من چی میگوید؟ همه با یک صدا: حضرت کرامات کردند، گفته آواز دادند. علمای دین در این باره چی میفرمایند؟ گفته سید احمد خان به طرف دست راست خود نگاه کرد. تقصیر، گفت قاضی. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، گفتند. رأی عالی عین ثواب است. به فهم من بی هیچ گونه مشورت بهادران امرا را به اجرای این کار امر فرمودن لازم است. شما چیزی نمیگویید ایشان مفتی؟ گفته احمد خان به مفتی نگاه کرد. این کار را، گفت مفتی،
در کتاب‌های سیر و تواریخ سریه می‌نامند که پیغمبرمان هم برای تاخت و تاز به دارالحرب‌ها از اصحاب سریه می‌فرستادند. حالا که جناب عالی بخارا رفته و مملکت به دست بالشویکان و جدیدان مانده است، آن جانب دارالحرب به شمار می‌رود. بنابراین از روی شریعت غرا تاخت و تاز فقرای آن جانب جایز، بلکه سنت پیغمبر است. بازی شکاری به بالای چکس نشسته که در اثنای مجلس با منقار خود زیر پرهای خود را می‌خارید، در پایان صحبت سر خود را به زیر شهبال کشید، گویا وی از این فتوای مفتی اسلام که برای منفعت باسمچیان در حق اهل اسلام دوشنبه و حصار داده بود شرم داشت. در وقتی که ابراهیم بیگ کولاب و بلجوان را به دست دولتمند بی و عبدالقیوم بی سپرده خود با توغه سریع در کوهستان حصار و دوشنبه تاخت و تاز کرده میگشت، به سر فقرا آشوبی دیگری برخاست. از طرف دره رامید نصرت شاه مستشاهی و از طرف ورزاب اسرار توره را با دسته های خود برای تاخت و تاز گذاشتند. اینها مانند ملخان گرسنگی به کیشزار هجوم آرند، هرچی از پیششان میبراید میبردارند، از خوراکواری و پوشاکواری گرفته تا قالین، گلیم، نمک، کرپه، کرپچه، دیگ، طبق، کاسه، گاودوشه و سایر اسباب زندگی چیزی را به جایش نمیگذارند. همه‌اش را به خر و اسب بار کرده به طرف مسجد میفرستانند. خر و اسب و گاو و گوسفند ولایت را گله و رمه کرده به آن طرف میرانند. حتی نمک های آشی را هم غنداشته در هر بار 300 اولو و 400 اولو را نمک بار کرده به مسجد میکشانند. هر کس از اهالی به مقابل اینها دم زند، از دم تیغ یا تیر ملتقش میگذرانند. مانند دو دروگری که از دو طرف زمینی گندم به در آمده در آخری کار به یکدیگر نزدیک می شده باشند، نصرت شاه آمده به قشلاق قبله‌ای دوشنبه و اسرار توره به قشلاق چارباغ خانقاه دوشنبه منزل کرد. اما بعد از آن که دسته از عسکران سرخ از دوشنبه به اینها هجوم آورد، این حامیان اسلام مقداری از نفرانشان را تلفات داده، خودهاشان باز یک بار دیگر رامید و ورزاب را تاراج کرده به طرف دیار اسلام، یعنی پایتخت سید امیر احمد خان گریخته به در رفتند. ابراهیم بیگ از این واقعه به امیر به این مضمون معروضه نوشت: جهان پناها، غلامشان میری مسجد برای آسایش مسلمانان و استحکام دولت عالی از سرکردگان خود نصرت شاه و برادر خود اسرار توره را با دسته از بهادران حامیان اسلام فرستاده بود که اینها چندی به آسایش فقرا و دفع دشمنی مسلمانان کوشیده بازگشته به وطن خود رفتند. دیگر از هر وجه مملکت در آسایش بوده، به دعای جاندرازی حضرت مشغولی دارند. التقصیر التقصیر التقصیر. شما گفتار 29 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاق.